دید فکر کنم. برام ترپ گذاشت. بله دیدم. حواسم بهت هست. حاجی دیدمون. برا ای جان دسته اینجاست ولی تیر ندارم. الان کجوه؟ الان فقط ببرم یه تیر روی بزنم بزنمش. جور ترک گذاشت. به نظرم جور ترک گذاشت. میفهمم. خب بالاخره در رفت یا دستش. سگ و صورتش بمیره. بمیر احمق. یه سوچی با شادگان بیشتر میمیره. اوکی آقا ما با شادگان رو خشاب میکنیم. همینجا میزنیم. چرا شاد کردم؟ من چه گاویم؟ چرا شاد کردی اصلا؟ اوکی بذار بریم امتحان کنیم. شاید سیمچینش همینه. یا آقا الان تجزیه شد به زودی میاد سراغ. اومدم سراغتون میاد. من ترسیم جفت میکنم. نه Just stop it. نه تو رو خدا نگو که طرف شدم. خودم خود حسنم طرف چه کاش مینوشت مثلا تایمر چند. آره سیمچینه اینه. چون سر مدارم فکر میکنم خدای سیمچینه برشیم. الان بچه فقط کلیدا مونده. بیا گرانی بیا برو روی این. بیا یس اونجا بشین. خب ترپو میزم اینجا نیازش ندارم. الان باید برم داخل آشپزخونه. چی ها داخل به آقا حل بزن. آقا حالا بریم داخل آشپزخونه. کدام برم ببینیم بچه ما اینجا یک کلید داریم. بچه چرخان دو مال اینجا. خب یه دونه اهرام هم واسه اینجا.
ما میریم اینجا میبینیم که کابوله. اوه شیطه چی نمیشه یکی دیگه یکی گرانی همجوری دستش شد چی شد اومدیم اینجا ولی طوری نیست. بریم بالا گانو بر مسلح کنیم. خوش بریم در بمیر آشغال. خب آقا توفنگم میبزنیم کنار تیرها کنار تیر بچه خیلی هم دید توفنگ تیر نداره برای باید سربازی تموم کنم. این فکرم رادیاتور ماشین هست نمیدونم بزنیم بریم ناکن بریم رادیاتور ماشین آیا نه نه بیرون بابا ماشین. آره همونطور که بهم کردم این رادیاتورشه. فکر کنم وقتی که میخوام از ماشین فرار کنم چون اینجا چند راه فرار داره. راه فرار اصلیش همون دره الان گرانی اسپان میشه میاد دهنمون سرویس داخل کابینتای داخل کابینت ها میتونم قایم شم. اونایی که دیگه کارنا همچینی قایم نمیشم میکشم سر. خب آقا با شاتگان زدیم پیشگوشی رو انداختیم. حالا به اینو باز کنیم. ایول یه دونه کلید داخلشه پودلاکی. بچه ها راستیتش نمیدونم واسه کجایی برای همین لازمشم اینجا فعلا. و بچه ها ببینید به خاطر اینکه ویدیو دوشنبه آپلود نشد و حالا شاید احتمالا شنبه یا یه شنبه آپلود میشه یعنی شنبه هفته بعدی آپلود میشه. بچه من ویدیو نشستم آپلود کردم و متاسفانه یعنی نه بخشید ادیت کردم و متاسفانه ویدیو پاک شد و من با کلی دردسر تونستم اون ضبط اولیه فیلم رو پیدا کنم و الان همونطور ببینید ادیت دوم یعنی برای بار دوم دارم فیلم ویدیو رو ادیت میکنم و برای همین این باعث شد تأخیر داشته باشه. خب یعنی از اول بازی فکر کنم 300مین باری من دارم بنده خونه چی میکنم اسمش چیه ترم میکنم. البته فکر کنم هنوز زنده است. نه بیا اینجا باید بری تو اتاقت. نه what the حاجی اینجا. خب ما با آرامش میریم در رو ببندیم. برو تو اتاقت به کار بد و زشتی که کردی نره فکر کن. آفرین. خب بریم بالا دنبال چیز دیگه بگردیم. خب بچه ها خب نتارم که قبلا گشتم. خب 2 دقیقه هم شروع شد. خب ترپ رو بردازیم اینجا. خب بریم گانو برداریم بریم پرش کنیم. 2 hours later. بچه اگه هم ببینید صدام یکم تو دماغه به خاطر اینه که یکم سرما خوردم و الان صدام یکم تغییر کرده. خب نه میبینم که ادب نشدی باید یه بار بری تو اتاقت. من بچه با ادب میخوام. با ادب باشید دیگه نمیفرستم تو اتاقت با تیرکمون میام میکشمت. خب آقا خب مرد. ای بابا من اون چرخدنده زیر تو میخوام بده من. خب بچه چرخدنده دوباره بریم بذاریم داخل کلبه. بچه کلید کلبه هم پیدا کردم و یه چرخدنده دیگه میخواد تا تکمیل بشه. خب برگردیم سر جامون. خب آقایی وات حاجی برگام شانسی رفت رو ترپم. خب آقا سیمچی رو برداریم الان بودیم بریم طبقه بالا که بریم داخل زندانش چیه. بودو خب ای وای چی یادم رفت بچه
پیشکشی هم میخوایم، یعنی چی؟ چکش هم میخوایم. چکش اینجا نبود. نه چکش چیکار کردم؟ آها چکش. خب آقا با چکش بریم بالا. حالا خب آقا اینا هم بکنیم. خب دید نیازمون نداره. خب ببینیم داخل اینجا چیه. کارکی نایس. ای برای حالا فعلا کارکی کار نداریم. فعلا این چوب بذاریم اینجا. پلیس. بچه‌ها من قبلا که بازی کرده بودم یادم بود، قشنگ میدونستم که اینجا قرار بریم بزنیم و برای بار اول افتادم. گرانی برای بار اول که افتادم یه جورم کامل رفت، یعنی رفت رو ده دوم. خب به چکش پرت کنم تو سرش. نه چکش میخواستی بیا. نم چکش هست کجا؟ دیده اون الان میاد رو طرفم. برو رو طرف. وای نه طرف رو یادم رفت فردارم دوباره بذارم. یخ نمیزنیم. بدو شت نس. یعنی تا اینجا 4 بار مردم، هر 4 بار سر چیزای الکی مردم. خب ایول شات شاتگانم پره. بیا پایین بابا. نه با احترام بوس بت. خب این طرفش هم خونسا کنم. نشد برش کن. آقا الان دوباره اینو بنازم اینجا. بنازم دم در. این دفعه اومد بین سگ میمونه. بریم بالا. خب الان به این زیبایی در قفل میشه. ما اینو میکنیم، یعنی قطعش میکنیم. اینجا چه خبر بوده؟ آچرم به درد ماشین میخوره احتمالاً و از اونجایی که نمیخواه از راه ماشین فرار کنم پس بیخیالش میشم. بریم پایین. یه تیکه عکس. بچه عکسش هم میکاش کامل میکردم. همه تیکاش هم داشتم. الان یادم رفته تیکاش کجان. حالا بریم پایین. یه عکس بنازم. اینو بنازم اینجا. دوباره گولتو نمیخوام که بخوای منو یخ بزنی. خب آقا 2-3 تا دیگه فکر کنم از تیکه از عکس مونده. خب اسپیکال کی. خب کار کی. آقا کلید ماشین رو پیدا کردیم. بریم صندوق باز کنیم. ایول هندونه. به هندوانه. خب آقا هندونه بعد بریم داخل حیاط با گیوتین بکشیمش. فقط من ببینم این دوباره زنده شده. احساس میکنم دوباره زنده شده. دلشوشم طور نیست بود. توفنگ الان میکشمش. فقط خب آقا کشتیمش. بریم حالا هندونه رو بیاریم. هوول مالی آقا خب پودلاکه هم کلید آبیه. خب آقا نایس دیگه فکر کنم فرار کردیم. واقعا من یه لحظه اینا ببرم ببینم چی داخلشه. حالا از همه داخل هندونهاشون چه میدونم کلید و فلان و چلانه. از ما شم ماشینه. به نظرم همون موقع سر میکردم از راه ماشین در برم خیلی به صرفه در بود. حالا بنزینش هم بزنیم شاید خواستیم راه ماشین بریم. توش چقدر بنزین میگیره؟ چند لیتر میگیره؟ البته گازوئیله. خب پودلاکه
اول بریم عکسش بذاریم. من عکسش یادم میره بذارم. یه تیکه عکسش یه جا دیگه هم پیدا کردم. فکرم به جزی یه دونه دیگه بیشتر نمونده. اون یه دونه هم یادم نمیاد کجا پیدا کردم. کجا بود اون یه تیکه از عکسش؟ یادم نمیاد. خب بریم داخل تاقچه. کلیدو برداریم. دیگه فکر کنم آزاد شدیم. نایس. بذار اولین رو من بکشم که با خیال راحت فرار کنیم. آقا جی فرار کردیم. خدافظ. چی؟ بابا ولم کن. همین یکی دیگه هست. مستر کی. من چه ریموت ایجا رو پیدا کردم. بودم گذاشتم. بوم. بیا برو داخل وصلتا ندارم. من الان مستر کی تو. الله اکبر. وپن کی. کلیده چیه؟ تیکمونه. چرا داره بندری میره؟ خب آقا مرغ شد. ما بریم سمت چی اسمش چیه؟ تیرکمون. خب نایس. آقا ما الان مشکل داریم. خب برات پیش آمده کسکم خب نمیدونم واقعا نمیدونم مستر که کدوم قبرستون نگاه داشته. را قیشی میکنم هم خروسای احمق بیوش شو. خب دوباره بیوشش کنیم. یعنی این آخر بازی دیگه کاری جز کشتن یا بیوش کردن این گرانی دیگه ندارم. چیه نقشه گیوتینه؟ بله. سولاخ چیز سوراخ. تیرکمون کو؟ داداش از تو به هر حال بمیر. خب اینم گان شات داره. خب مستر کی کجا؟ یعنی 2 ساعت دارم میگردم مستر کی پیدا نمی کنم. نه اینجا دیگه کجاست؟ ننه جون. ننه من تو رو خیلی دوست دارم. ننه نه یه لحظه گوش کن. نه یه لحظه نکش. به منطقه صحبت کنم. خب به ما 2 تا آدم عاقلیم. نکن مادر. خب آقا این از بازی گرانی 1 بچه های دوست داشتین. گرانی 2 رو مینه بین استقبال میکنید و لایک و ساب یادتون نره. خداحافظ.